با مقصدی در سطح بلند استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در سراسر ناحیه دیوشتیچ سبقت تعمیر و منفعش‌کنی راه‌ها ادامه دارد. در 8 جماعت شهرک و دهاتی ناحیه در دایره سیاستی آبادکارانه پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان ساکنان تشبث راهسازی را طریق حشر پیش نمودند. زیاده از 40 سال شد که همه راه‌ها منفرش کردگی بسیار راه‌ها فرسوده بودند. همه اقدام پیش گرفتیم که همه راه‌ها از حساب خلقمون سهمگذاری، از حساب مهاجران مهنتی، از حساب صاحبکارا همه راه را تعمیر سازیم. همه راه برای ما بسیار ضرور. محصولات همه راه کتی می‌بیاد. بعد از پخته رسیدن کارتاشگاه همه راه کتی با تمام بازارها اساساً به دوشنبه انتقال می‌یابند. ساکنان دهه خوجه ها سرجم هستیم، یک به مهر و یک به عاقبت در یک جایگی یک تن و یک جان شده همه راه حاضر تعمیر کرده ایستادیم. مردمی جماعت دهاتی به نام اسماعیل سامانی ناحیه امروز اقدام نمودند با سرجمی راهی تعمیر طلبی بین شهر و ناحیه، یعنی از دهه خوجه های ناحیه دیوشتیچ تا دهه چهارباغ شهر استراوشن را پورا تعمیر و منفرش نمایند. عین حال کارهای تخت و هموار کنی راه آغاز گردیده تا موسم منفرش کنی از نو برقرار کنی قبط فرسوده شده راه، مستحکم نمودن قبط بالای آن و تمام تدبیرهای پیش بینی شده ساحه راهداری عملی می‌گردد. راه تعمیر شونده 14 کیلومتر را در بر گرفته. سهمگذاری در این کار خیر را امروز کلی ساکنان جماعت دهاتی به نام اسماعیل سامانی که بیش از 17,000 نفرند یک دلانه دستگیری نموده ایستادند. خلق عزیزم خوجه ها و جماعت های اسماعیل سامانی وحدت راست به دستگیری همین شخصان اون اقدام پیش گرفته ما رو باید با آخر رسانیم. بختاور، بشیر جان، پرویز جان، اکه اصلدین، خرم جان، بهادر، اکه سیدعلی خوجه، رفشان جان، حاجی عزیز خوجه برای آبادی راه همون برزیمشون یک دلنی اسفل گرفتند. ما همیشه سیاست پیش گرفته محترم جناب اولی رو دستگیری میکنیم، باز همیشه دیار ما رو و وطن ما رو آباد میگردانیم. رئیس ناحیه دیوشتیچ اشارعلی جلیل زاده در واخوری با اهالی جماعت دهاتی به نام اسماعیل سامانی تاکید نمود که اقدام سرجمانه طریق حشر آباد نمودن راه ویرانه نمونه عبرت بوده از وطن دوستی و میهن‌پرستی و جانبداری اهالی منطقه از سیاست بنیادکارانه سربری دولت بازگو است. این کار از چی آغاز می‌یابد؟ از دست جمعی، از مهربانی، از حرمت و احترام یکدیگر. امروز دولت ما به درجه رسیده است که مردم از سیاست پیش گرفته دولت و سرور دولتمون همه راضی هستند. برای تعمیر و منفرش گردیدن راه مذکور 10 میلیون سومانی مبلغ پیش بینی شده است. در این کار خیر جهتی سری وقت منفرش گردیدن راه مذکور نه تنها ساختارهای دولتی و صاحبکاران بلکه تمام ساکنان وطن دوستی محلی سهم می‌گذارند. ساکنان باننگ و ناموسی دهه خوجه ها در این سمت پیش صفند. تا به امروز بنا به اطلاعی داده شده 2.5 میلیون سومانی مبلغ جمع آوری گردیده عین حال استفاده می‌گردد. گذری بالا سر کردن تا مرکزی کلیناباد 250 کماز شغل انداخته من تکس کرده ایستادن. آینده اولی بخور با اسفالت میاندازن، اسفالت انداخته گردی اسفالت با قبرهای آبگذار مونده همشه جابجا گذاشته آبادی همین دیار با حرکت کردن ایستادن. برابری تعمیر 14 کیلومتر راه جماعت دهاتی اسماعیل سامانی چهارباغ همچنین 4 کیلومتر راه داخل دهه خوجه ها نیز به برقرارسازی و تعمیر آبادانی فرا گرفته شده است. در اساس دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان و با مقصد وسعت بخشیدن کارهای سازندگی و بنیادکاری در دایره نقشه چاره‌بینی‌ها بهر آمادگی به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهاتی به نام اسماعیل سامانی ناحیه دیوشتیچ بنیاد و به استفاده دادن 80 انشاءات نقشه‌بندی گردیده تا به امروز انشاءات ساحه‌های کار و خدمت رسانی و معارف و تندرستی با اقدام و تشبث ساکنان بنیاد گردیده 80% نقشه اجرا گردیده است. مستانم هیدیلازاده بزرگمیر شامالیکوف، شاعر مبین زاده، اخبار.